برای کسب و کارت به فکر طراحی سایت نباش تا این 11 تا نکته رو نشنیدی. سلام، علیرضا حاجی بابایی هستم. امروز میخوام چند مورد مهم در مورد داشتن وبسایت توی کسب و کارتون بهتون بگم که قبل از راه اندازی یه وبسایت باید بهش فکر کنید حتما. نکته اول، اصلا اول از همه باید بدونید که وبسایتتون برای توی کسب و کار به چه کار میاد. یعنی کاربر از وبسایت شما قراره چی نصیبش بشه؟ آیا قراره به خرید محصول باشه، یعنی سایت فروشگاهی داشته باشید، خدماتی داشته باشید، شرکتی، یا برای نمونه کارهاتون باشه، یا حتی مجموعه ای از اینها باید باشه؟ کدوم از اینا باید باشه؟ حتما باید قبلش در موردش تصمیم بگیرید. بعد از اینکه مشخص شد برای چه کاری قراره وبسایت بزنید و مشتری قراره تو وبسایت شما به چه چیزی برسه، نکته بعدی اینه که آیا مشتری شما قراره اونجا حساب کاربری داشته باشه یا نه قرار نیست حساب کاربری داشته باشه. اگر قراره حساب کاربری داشته باشه، نحوه ورود و ثبت نامش روی سایت شما به چه صورته؟ آیا باید ثبت نام کنه شما تایید کنید یا نه؟ آیا قراره با ایمیل ثبت نام کنه یا نه اصلا یه شماره موبایل میزنه، یه کد یک بار مصرف واسش ارسال میشه، بعد از وارد کردن اون کد وارد سایت شما میشه و حساب کاربریش درست میشه. مثل خیلی از چیزایی که سایتایی که الان هست دیگه، مثلا دیجیکالا و توروب و تلگرام و واتساپ و خیلی از سایتایی که اپلیکیشن ها و سایتایی که هستن الان اینجوری دارن کار میکنن. بعد نکته بعدی در مورد فروشه. آره قرار فروشتون آنلاین باشه یا نه قرار فروش به صورت تلفنی انجام بشه؟ اگر قرار فروش به صورت آنلاین باشه، آیا پرداخت قرار با درگاه پرداخت انجام بشه، کارت به کارت بشه، یا نه قرار تحویل در محل باشه و همونجا پرداخت در محل انجام بشه؟ همه اینا تاثیر داره. حتی اینکه قرار شما فروش اقساط داشته باشید یا خیر، یا اینکه فروش عمده دارید یا خیر، همه اینا تاثیر داره توی طراحی سایتتون. پس به تک تک اینا وابسته به کسب و کارتون باید فکر کنید و امکاناتی رو که نیاز دارید بهش در واقع توی سایتتون اعمال کنید. حالا فروش که حالا پرداخت و اینا که گذشت تموم میشه، باید روی این فکر کنید که ارسال محصول فیزیکی شما قراره به چه صورت باشه. آیا قراره محصول فیزیکی شما با پست ارسال بشه، با پیک ارسال بشه، یا نه تحویل در محل دارید، یعنی حضوری مشتری میاد توی همون محلی که شما حالا مستقر هستید ازتون تحویل میگیره؟ هر کدوم از اینا در واقع آیتمای خاص خودشو داره. آیا هزینه هایی که قراره بابت ارسال انجام بشه به عهده مشتری؟ هزینه چقدره؟ هزینه متغیر ثابت یا ارسال رایگان دارید یا ندارید؟ اینا همه آیتمایی که باید بهش فکر بشه. حتی بعد از فروش آیا محصول شما گارانتی داره؟ برای فعال سازی گارانتی نیاز هست مشتری به سایت شما مراجعه کنه و کدی رو وارد کنه یا استعلام اصالت گارانتی رو از سایت شما بگیره؟ خب این هم خودش یه امکانیه که باید سایتتون اضافه بشه در واقع. حالا از اینا که بگذریم، سایت شما میاد محصول رو میفروشید، مشتری برای اینکه به شما حالا پیشنهاد یا نظرش یا انتقادش رو بگه، آیا سیستم آنلاینی قراره داشته باشید؟ آیا نظرسنجی آنلاین دارید یا خیر که به صورت کامنت انجام بشه؟ آیا پشتیبانی آنلاین نیاز هست تو سایتتون؟ آیا مشتری اگر قراره در واقع سوالی واسش پیش بیاد و سوال رو از شما بپرسه چجوری با شما در ارتباطه؟ آیا صفحه چت آنلاین دارید؟ آیا میتونه به شما باید با شما تماس بگیره؟ دکمه تماستون قرار داشته باشید توی قسمتی از سایت قرار بگیره یا خیر؟ و همه اینا باید فکر کنید. همه اینا که بگذره باید به این فکر کنید که آیا نیاز به باشگاه مشتریان و درجه بندی مشتریان بر اساس وفاداری و خدماتی که بهشون ارائه میدید داره؟ نیاز دارید اینو داشته باشید یا خیر نیازی نیستش و همین که یه فروش ساده انجام بشه کافیه؟ به همه اینا توی سایت فروش فیزیکی باید فکر کنید. در مورد فروش محصولات مجازی، در واقع بعد از اینکه حالا مشتری اومد اون محصول رو خریداری کرد، آیا قراره دانلود بکنه یا نه قراره تو سایت شما آنلاین نگاه بکنه، یا نه اصلا قراره بره با یه سایت دیگه‌ای و یوزر پسورد واسش ارسال بشه و از طریق یه سایت دیگه‌ای این کار رو انجام بده؟ تک تک اینا توی طراحی سایت شما تاثیر داره، توی هزینه‌ای که شما میخواید بکنید تاثیر داره. در مورد سایت‌های خدماتی، نوع خدماتی که قرار به مشتری ارائه بشه به چه صورته؟ آیا مشتری باید بره توی محلی بهش خدمات ارائه بشه یا نه خدمات در منزل مشتری ارائه میشه؟
هر کدوم از اینا خب آیتمای خاص خودشو داره و حالا نوع طراحیش با هم فرق میکنه. یا از همه اینا که بگذریم، آیا پرداختش به صورت آنلاین قرار انجام بشه یا نه قرار بره در محل بشه، کارت به کارت بشه یا مثلا به صورت نقدی پرداخت بشه اون هزینه. بعد حالا برای خدمات آیا نیازی هست رزرو آنلاین داشته باشه یا نه نیاز به رزرو آنلاین نیست. بعد از اینکه رزرو آنلاین کرد آیا نیازی هست باهاش به صورت تلفنی هماهنگ بشه یا خیر توی سایت یه فرمی قرار داده بشه که اون فرم رو مشتری پر میکنه و بر اساس اون فرم بهش خدمات ارائه میشه. خب تک تک اینا توی سایت های خدماتی تاثیر داره روی قیمت، روی خدماتی که ارائه میشه. جواب هر کدوم از این سوالایی که مطرح کردم میتونه توی در واقع طراحی سایت شما تاثیر داشته باشه، توی در واقع سبک یا سنگین بودن سایت شما و نوع بهینه سازی سایت شما تاثیر داشته باشه. و این از همه مهمتر این که مشتری که میاد تو سایت شما باید بدونه از کجا میاد و به کجا قراره برسه. این نحوه خرید خدماتی که محصولی که میخواد انجام بده به چه صورته، آیا مراحلش راحت، سخت، وسط در واقع مراحل خرید گیج نشه و به راحتی بتونه خرید رو انجام بده. این نکاتی که گفتم همه توی طراحی سایت و ارائه خدماتی که طراح سایت به شما میده تاثیر داره و حتی تو مبلغی که قرار شما پرداخت کنید تاثیر داره و از بروز در واقع اختلافاتی که قرار بعداً بر سر ارائه خدمات به وجود بیاد جلوگیری میکنه. خیلی راحته، میشینید همه اینا رو بنویسید یکی که آیا به هر کدوم این سوالات جوابتون مثبت بود پس به اون خدمات نیاز دارید، اگر منفی بود به اون خدمات نیاز ندارید. و طراح سایت هم دقیقاً میدونه که بر چه اساسی باید سایت رو طراحی بکنه. شما واسم بنویسید توی طراحی یه سایت یا سفارش طراحی یه سایت چه نکاتی رو مد نظرتون قرار میدید.